روانگها سوریه یا مافی مروان راگهاند که روش بروج و ایریشن رژیما اسد لسر دورن کم کرنا آستشتار لسوریه و دورا بیچک لإدلب گرتر دبا و زیان جانی و مادی رو دیدن. روانگه اشکره کرد که بربنگا ایرو هیزن رژیما اسد بتوندی هجمارک دور لگندواری حمایه به تایبتی دورات العثمان و جنابری و جیسات و حصرایا توباران کرن. ده انجام وان ایریشان ده هجمارک قربانی کتن هفدمی توباران کرنا باجاروک جرجناز و گوند التح لباشور روجالات گوندواری ادلبه همان روانگه دیار کرجی کو درنگیا شوابوری چکدارن رژیم سوریه ایریش برن سر برین گروپین چکداریم سر اپوزیسیون سوریه ولیچیای ترکمان لگوندواری لاسقیه ده انجام ده چکداره که اپوزیسیونی هاتا کشتن روانگه سوریه یا مافیم روان دازانینجی کو رژیم اسد و ملیسین بسر و دبن پیکرنا دورن کم کرنا استشار دبر دوامه کدوه رژیم سوریه لدر دورا گوند الاربعین و گوند البيضاء لگوندواری حمایه هروها هر دو گوندین صخر و باجاروکی الله تامنی آرمانج کرنده انجامی ده هجمار کلاتین سیویلاتن کشتن لگل کتنا هجمار کبریندار درباری باجار حلب و گوندوار نوی روانگه دا دیار کرن کروجا بوری چکدارن رژیم بتوپان دورن لنزیکی تا خراشدین و دورا لیکولین پراکتیکی لباشور روجاوای حلب توباران کرن و هجمار که قربانی ده انجام و توباران ده کتن لگوندوار ادلبه روانگه سوریه یا مافی مروان راگهاند کو شوابوری باشاروک جرجناز جالی چکدارن رژیم و ملیسین بسر و هات ارمانج کرن هفدمی بمباران کرنا بردوام لسر باجار جسر شغور لروجاوای گوندوار ادلبه و سربار کر گود انجام بمباران کرنا باجار الحاس لگوندوار باجار معرت النعمان زاروکک جانا خواجه دزده و 4 سیویلین دن برین داربون اره درباری قربانیان روانگه به بلگهش کرکر جه دمارا گاندنا ریکفتنا دورا بیچک لگوندواری ادلبه نابرا ترکیه و روسیه و به کیمانی 160 ولاتین سیویل ده انجام ایریشن رژیم ده جانا خواجه دزدانا و گوت جالی هیزن رژیم و بهتری 76 چکدارن رژیم اسد هاتن کشتن